یک دو سه چهار پنج شش هفت نه ده یازده همه‌ش فهمیدم. البته شما فهمیده سن رکای بوش ها؟ اگر شما جنبه رکای بوش باشه لحظه های هسته که ای ببره هم گرخته همیشه آمدم که یک دم نفسی آزاد بکشم و خوربان کمپیر رو نفهمون یه را گیردم ندامم انا کن انا خوشبختانه شما رو یافته باشم انا همین هر چی که گفته نمیره به خودم میگم چق بکنم هیچ که خلال نمیرسونم کارم باید ای تو پاک نگفتم با همه غلطی ایجی ای کم کارم از سیاهی ایجی ها چی قدر ایسوس بداری کی خودت ایسوس دویده‌ای ها ها ای تو زن یافته چی نگم که عروس یافته زن نه یافته نه که من پدر عروس یافتم ها ما برای تو عروس یافتی اوی که شورای رو شورای تا کردم شور نیستم به نیات تازه کن یافتم تو یه قلم کاغذ داری؟ قلم کاغذ دارم قلم کاغذ بگیر برای عروس آوردن بچم برای عروس آوردن یک روی خط داده من انا همین همیشه اجرا کرده ببریم با عروس میتیم تا یاره بچم من ایسری خط به حرفای کلام بنویس ایسری خط به حرفای کلام بنویس این بنویس اتی گردم بست ولی گفتم با بنویس چه خیلی مفهمون شد این بنویس حالی که گفتم با بنویس چه بنویسم روی خطی قلنگ خط بسر شرمن بکردیدم بنی همیشه لینه قلنگ سرپای عروس چهار تای پخته خواهش مال مخم خط بزنه پخته میاخه من تای گفته سا تای یعنی که پخته دون که خلاف پکم بنویسی میشون چی خیلی بفهمیم من دایم یک خلطه تورت هم تورت در خلطه گرفته میشه؟ بله میشه همون آقای مظفر روز داریم که سوکه گیفه تورت من تورت نگفته سن اردو ارد بگو اردو سیوم نه بقا قربا ولی عروس یافتی تو عروس خیتاییه چی؟ چرا؟ قرباقه؟ اما قرباقه نگفتم نه بوقا بگم بوقا بوقا گو چهارم هفت پلاس این خیلی بنویس خط بزنه پلاس بگم گلم قالین نفهمیدم چی فهمیده پلاس هفت انا که برای آتای عروس چنگه کرده وای آتا نداره آتا داره پدر خسر برای خسر جون برای خسر بجم هفت بز
داره خسته اتوبوس لینیا بگم بچه اتوبوس نه هفتوبوس ببینید تو شاخت رو کنید چی فهمیدم ترلبوس ترلبوس نه که شاخت دارم بود کازیون خیلی در کازیون علیشه خود تاق گوش رو بهشه مشکل نفهمم موتور گوشاتر میشه خود تاق گوش برای هویروس اکا خبزن برای هویروس باگوش مشکل نفهمم برای هویروس ای چی نوشتی؟ برای هویروس نه خیلی کار برای گودکای عروس خیلی بگو برای گودکای هیچ که نفهمم برای کی؟ گودکای عروسه واه این عروس بودن دارم سه تا چی بدی؟ این خیلی عروس هم میگیریم نه چی بدی؟ اینا بگی؟ این عروس ها خطی ها بود لگاز بحری اینا بود رحمت الله هم دردیم رحمت الله جان بیا برای رحمت الله یک خرسک بزنیم بیا بسید روی خط کنیم خیلی بایشم السلام علیکم نبینم روشنایا اگر این در دستی بای موسیقی همی خیلی بلندوار نباشه ای کجا آواز موسیقی رو بشنوش بسیار جمع آمدی خوشرو بزرگ مده محبول شده است نه که یک کمبودی داشتم یک کمبودی یکم کمپیر نیست این ما کمپیر گفته گشتنی بیچاره که احوالی ایستردیم اینو نگاه کشید این رنگ نمود رنگردینم گم کنه چوبی گوگیر شده من فهمیدم این رنگ نمودی پردگی تو خرابی تو همه شدوی زندن انا دیدی خویل شد انا گفتم عبری زنت از روی ترکی همی خیلی شدی همه را خمیت ازم شما راست دیگه بگو بگی راست شو بگو این زنی حاضر گرفتگی خوبه یا که زنی پیشینت خوبه همون پیشینم خوبه اما آواز خوبه چی دروغ بگی اون پیشینش میزدک تکو من نزد دلوری خانه نزد یک کارش به چی گرفته است به تو همین که تو خوبی میلیون یورو اینو بگو خواهی همین کار میدونیست گوش بیه همین قدر بیزار شیدگی با فکرم که اگر همین یانگم این همین بومرو تو پگوش دنسان میگیری نه توبه بگو وای چی توبه بگو ما که مطور نمیشناسم این همین اگر بومرو که پگه دنسان میگیری نه نگو ما میشناسم همین هنگر دمرا بومرو پگه دنسان میگیری نه همین هنگر دمرا همین هم مدام میگیری این همین میدونیست اون همون زنی گرفتگیش میشناخت و میدونیستی که این شتا و چو گرفتگیش نخواد یکان دختره که نبود تو بگیری بود همین دامهای زنگیری دارم چند دختر هایی مخش خیمکش ایوی همین تو هم ایوی نمی من این کشا چیسته کجا براتم چند دختر قریب خود چی میکشن؟ میکشن اگه چه خیلی مفهومی رو بگه چه؟ آخه خواهی چند تاش خواستگاری رفتیم گفتن اگر ما این بچه ها رو تیم خونه بکشیم کامگیری نمو تو اینجا
ولی همومت دیدی؟ چقدر خواهرش کنه سرخ شیدن نمیدونم چی کار کنم اینجا آمدن داد شهر ندارم کشیده زمین رو احمد تو عجل کردن نشان داده زی نگاه کنه اشارهش دیده زی نه کارتیش که اینا پیاده میده کم پیر کدام روزه ای قربونم مموریه نگاه کشم نه کارتیش که اینا پیازه نه خولینگه نه باییزه کدام روزه ای قربونم مموری تا هم کارت بس نمیکنی بابی؟ لبن جان بابا نمیره کدام روزه ای همی قربونش نموره کدام روزه با نمیره شد کجا؟ یک جایی نبرش یعنی گفته بیاش نه کارتیش کرد نه پیاز نه بادونی نه سازی نه خولی یگان چی نیست الان خیلی چون میبرش سویت هم نیست سویت هم نیست الان خیلی چون میبرش این تماشه چی بگره چی نه؟ چوار تو هم خالی خواهی وردی اشکا پیش رو پیش مومد شکو تا بکردم در دنیا ای همه اساس در همین زندگی کو نه خیش و نه طور اساس همسایه ای سلام علیکم همسایه جان همسایه جان نازی سازید اینجا سلام تکل خوبه همسایه جان همسایه این همی حاج مظفر ایکون ای حاج مظفر با یعنی همین دولار میگن چی میگن هم خیلی یک کمازی کلون همین اور دوارای مگزیدن اور 80 سوی کار چند که مردم هم که من یک 4 اینجا خریدم 80 سوی بگم هم خرد بدودی ای پیش همین مگزین تو خانم رو میبرد با همسایه خانی رو نمیگه چیز رو میدادم تا خر هم خرد بدودی هم خرد پر ندارم خیلی مومن رفت نیست اینی خرشانمو به پوسی به همسایه چی مدی؟ این همی تلاولی سرکه آمدم سرکه خم کردم پردیم پیش اولاد دیگه شدی خرده دیدم گفتم السلام علیکم گفتم تو من در کاری تو بلا اگه تو ای هنگست خیلی من چی فهمیدی اگه تو؟ آقای گفتی؟ صحیح مپوس راضی باشه لبن اوی تو بلا وای تو لوزی خرارم میدونی نه همسایه اما که لوزی خرار ندانم کدی خیلی چرگم بزن یه سوالی عجایبی خوش اومد رحمت میندارم اگر سوال عبدالرحیم دادینه که بابی نرگنده اشته هردشون ده ای تو باشه سلامت باشی نمیره حکی بابیش بسیار تماشا میکردم از خودی که به واسطه تلویزیون تماشا میکردم و به واسطه رادیو گوش میکردم که هنرمندان همه این نقش‌ها رو میآفریدن همه این نقش‌های خوشرو بزرگ تماشاباب شنواباب همه از تحت دل نقش میآفریدند و گوش میکردم و تماشا میکردم وقتای اخیرا اهمیت دادم سالهای سال هیچ کس به نقش موی سفید دست نزد و ما همان لحظه هایی که نقش بابای مرگن روی صحنه اومد اون وقت هم ما با اکی عبدالله ظفر یک جای کار میکردیم با محمد صالح همه یک جای فعالیت میکردیم و خوشبختانه همین ضرورت پیش آمد که یک نقش موی سفیدانه پیدا شد انیخترش دوستان پدرم وقتی که یک بیگاه در خانه مهمان شدن یک چند نقل ها کردن از موی سفیدان دههشان که چقدر سخنهای بافته و دروغ رو در بین نقل های جنگ بزرگ وطنیشان همراه کرده برای خنداندن شنوندگان و بیروهایشان نقل میکردن و همین چیز اساسا سبب شد یک روز آمدم و چند نقل را از زبان آنها از زبان دوستان پدرم بر رفیقانم نقل کردم و گفتن که این رو کی روی صحنه آورده میتواند هممون فقط من نه بلکه اکی عبدالله هم محمد صالح هم ظفر هم هممون سنجیدیم که نقش موی سفید چی خیلی میبراید و هممون یک جای نقش موی سفید رو بازی کردیم سه موی سفید شده روی صحنه برآمدیم همین خیلی نبدک تو پلنگ
میشود که حتی یک لحظه رو از اولین بار موی سفیدان روی صحنه برآمدن با همراه یکی عبدالله میتونیم ما حاضر در همینجا رو اجرا کنیم. الان نمیره حکایی با بیش وقته که فاشیست ای همینجا پیش انداز کرده که ای تریتوری اروسیستان برواندم باید آخه همین که تازه کرده که اگر در اوقات زمینی گندم شخوخ تازه میدروه مرگان نشدی که تمیق تاریزه کردی که بیام در وقتی جنگ ندارم یک شندل داشتم شندلم پری میدرده جنگ کریم همو شندل تو میگی همو شندلم پری میدرده پری میدرده میگه گوش کن همو شندلی تو کو میدن اوز بسته تگمه نداشت همین یک پارچه بود سلام باشه از اولین بار برای صحنه همچون با افسوس که ظفر نیست. اگر ظفر هم همراه ما حاضر میبود با یک ضرورت بیرون برآمدن سه نفر موی سفید یک جای روی صحنه برآمدن آخه بابای مرگان بابای محمد شریف بابای توپلنگ همه یک جای و سه نفر موی سفید رو بازی میکردیم. خیلی بعد برای موی سفید اینجا مجبور شدیم که نویره باید باشد. انا بعد مجبور شدیم که اکی عبدالله، ظفر، محمد صالح همه نویره های موی سفید شدن. زیرا که موی سفید باید با یکم کس سخنش رو گوید که تماشاگران حلاوت دارند. بنابراین موی سفیدان رو صف رو کمتر کردیم. اگر ضرورت پیش آید باز موی سفیدان رو همه یک جای موی سفیدان رو روی صحنه میبریم، لیکن آنها رو نویره کردیم و در آینده باز ضرورت رو پیش اومد که برای موی سفید کمپیر در کار شد و کمپیر هم یافتیم. نگاره قربان و بسیار خوب آفریدن چندین بارها نقش کمپیر رو و هم نه فقط نگاره بلکه چندین اکتریسه ها بنهایت خوب آفریدن نقش کمپیر رو که خلاصه گپ نمیره اکای با بشم چند کمپیره که بود همش به طبع دیلی با بیتون بود سلام باشه. سلام باشه سوال باشه مرحبا